بسم الله الرحمن الرحیم. جلالت مابانو سفیر صاحب موانی، جلالت مابانو سفیر صاحب عارف او میمنو، دکتر بنلب او دکتر جولی هالند امریکایی افغانستانی پوهنتون کې درنو همکارانو په تالار کې راغلي میلمنو او د افغانستان د ملت مبارزو میلمنو تاسو ته ښه راغلاست وایم. از خانم موافق بسیار تشکر میکنم که به ما این فرصت دادن که در این کنفرانس صحبت کنم. دو نویسنده که در 10 سال پیش به اسم نیکولاس کریستوف و شرلی دن کتاب نوشتن به نام نیمه آسمان. در این کتاب راجع به مبارزه که خانم‌ها کردن و چه اندازه در ساحه کاری تانستن پیش برن، جمله نوشته بودن که اگر ما میبینیم قرن 19 قرن بود که مقابل غلامی در دنیا مبارزه کردیم، قرن 20 قرن بود که راجع به حکومت‌های مطلق العنانی مبارزه بود، قرن 21 البته قرن باشه که مقابل در موضوع تساوی حقوق بین خانم‌ها و مردها خواهد بود. در این کتاب خود از موضوعات اقتصادی را می نویسه که چین فرزن کشوری که در این 3 دهه آخر اقتصادش واقعا قوس صعودی داشته و این مقایسه میکنه با پاکستان، کشوری که وضع اقتصادی بسیار پیشرفت نکرده و یکی از علتهای اساسی که را میاره است که در چین واقعا تانستن که خانم ها مثل آقایان در شرق تولیدی شامل شوند. و بختانه در پاکستان کشور همسایه ما با وجود که یک ششمین کشور دنیاست از نگاه نفوسش، از نگاه قدرت اقتصادی اقتصادش خردتر از یک کشور خرد مثل اسرائیل است. اگر واقعا دیگه موضوعات که باید کسی فکر نمیکنه که امکانات اقتصادی رو به خانم‌ها بده، تنها یک آمار خدمت شما عرض میکنم و این آمار ایست: اگر واقعا خانم‌ها و آقایان از امروز تا مثلا بگیم در 5 سال 6 سال آینده در 2025 حقوق و فرصت‌های مساوی داشته باشند، اقتصاد دنیا 28 هزار میلیارد دلار بالاتر میره. یعنی 28 تریلیون دلار میتونه زیادتر باشه. به او اساس اگر دیگه موضوعات هم کسی فکر نمیکنه، تنها موضوع اقتصادی که فکر کنه، یک جامعه نمیتونه پیش بره بدون نقشی که خانم‌ها داشتن. از اما چیز خوبی را که ما میبینیم ایست که در این دهه گذشته از نگاه امکاناتی که خانم‌ها در رول مایکرو بزنس ها، در بزنس های خرد، بزنس های متوسط شامل شدن، تا یک اندازه رولشان بالا برده و در سطح جهانی در حدود 30% این بزنس ها مربوط به زنا می باشه. در بعض کشورهای مثل هند و ژاپن اگر در امکانات برشان زیادتر باشه، میگن در حدود 9% یا 27% ایره بالاتر برده میتونه. اما بدبختانه بازم که میبینیم با وجود که پیشرفت شده، به اندازه که پیشرفت شده باشد در سطح جهانی بازم پیشرفت بسیار کم میبینیم. اگر به می فرصت به می قوسه که خودم 10 سال گذشته تنها در سطح جهانی تنها 2% رول خانم در پوزیشن های کلانتر در قدرت شرح اقتصاد رول کلان داشته باشه، اگر منتها ما با این متکی می باشیم، در دنیا را 400 سال دیگه خود گرفت که به مساوی برسیم. مشکلی که میبینیم در هر کنفرانس میریم همه میگن والا فال خداوند بسیار خوب است که ما پیشرفت کردیم، اما پیشرفت ما سریع نبوده. اگر به می سرعت پیش بریم، فکر نکنم یک خدا کنه برای یک کسی از خانم‌ها و هم آقایان این قابل چی نباشه، باور ندارم و قابل چی نباشه که به این شکل ادامه بدیم. باید ما کارهایی بکنیم که چی نمیتونیم نقش خانم‌ها را
و فرصت هایی که اینا دارن در قسمت رولشون در اقتصاد، در قسمت پیشرفتشون در جامعه و نه تنها در چرخ اقتصاد، در چرخ سیاست و در چرخ تمام قشرهای جامعه رول بسیار بالاتر داشته باشند. در این 4 سال گذشته دولت افغانستان بسیار کوشش کرده که موضوع محو تبعیض در راجع به محو تبعیض خانم‌ها، در انکشاف منابع بشری خانم‌ها و تأمین رهبریت و مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان رول بسیار برازنده داشته باشند. و جای بسیار خوشی است که نه تنها جلالت مآب رئیس جمهور در این موضوع واقعا در هر جایی که بوده کوشش کرده که در این موضوع کار شود و هم از نگاه مقرری هایی که میبینید در سطح بالا جلالت مآب رئیس جمهور در این موضوع کار کرده و هم جای بسیار خوشی است که خانم اول در این موضوع باعث یک قهرمان بزرگ ما در این موضوع کار میکنه و همه ما از ایشان نهایت امتنان داریم. اما اگر واقعا میخوایم کار کنیم در این موضوع و واقعا این موضوع را میخوایم، باید کار وظیفه هر یکی ماست، وظیفه مرد هاست، وظیفه خانم هاست که فرصت ها و امکانات زیادتر داشته باشند. طوری که همه شما میفهمید تقریبا هفته دوم است که در وزارت مالیه هستم. آمار وزارت مالیه را که ببینیم درست است در چند سال گذشته ما از تقریبا 6800 ماموری که در وزارت مالیه است 530 نفر از خانم‌ها هستند. یک تعداد زیادش امکان داره 3 سال تقریبا 100 یا 150 در این 3 سال گذشته توظیف شدن. اگر ما با این حساب ببینیم باز هم گفتم 400 سال میآید یا 100 سال میآید یا یک و نیم قرن میآید. ما به این شکل پیشرفت نمیتونیم. این حال باید راههایی را بسنجیم که چی واقعا میتونیم یک تغییر واقعی بیاریم. یک چیزی که تغییر واقعی به نظر ما آورده میتونه که در قسمت تحصیل و تعلیم چی کارهایی را پیش میگیریم. به نظر من اگر خانم‌ها میخوان که از مردا که در امکانات و فرصت ها بهتر بسازن، ببینن رشته هایی را که بدبختانه در افغانستان مردها به اندازه کافی قابلیتش پیدا نکردن، در قسمت تکنولوژی، در قسمت ساینس، در قسمت انجینری، در قسمت های مختلف حرفه هایی که نیازمندی زیاد کشور است و باز قسم موضوع انترپرنورشیپ و موضوع بزنس های جدید شد، در این واقعا میتونن که یک تغییر جدی را بیارن. و تا می شکل اگر ما آمار جهانی را میبینیم در موضوعاتی که خانم ها تانستن پیشرفت کنن در ارگان های غیر انتفاعی است، در رشته حقوق است و هم در رشته صحت است. اما 3 رشته که در سطح جهانی خانم ها نتانستن به اندازه کافی پیشرفت کنن در موضوعات انرژی و تکنولوژی، موضوعات انرژی و ساینس است، موضوعات در چرخ تولیدی است و هم در قسمت تکنولوژی و آیتی است. و مثل که سال گذشته یک تعداد جوانای ما رفتن در کالیفرنیا در تیم روباتکس، واقعا همه ما از اونا افتخار میکنیم و مو قابلیتی که اونا دارن. فکر کنم هر جوان ما، هر دختر افغان میتونه مثل زو این قابلیت ها را داشته باشه. بازم از این فرصتی که برام دادن بسیار تشکری میکنم. کنفرانس خوب براتون میخوایم و امید است ما راههایی را ببینیم که نه تنها به شکل خطی که بالا رفتیم، چی میتونیم قوس سعودی فرصت ها را و خانم ها زیادتر بسازیم. و من الله توفیق. تشکر از توجهتون.